سلام دوستان من. حتما تا حالا هم مرغ ترش خوردی، هم کباب ترش خوردی، جوجه ترش خوردی. امروز میخوام یه غذای اصیل گیلانی براتون درست کنم به اسم ماهی ترش. این غذا رو من از مادر بزرگم یاد گرفتم. امروز میخوام بهتون یاد بدم. چیز خاصی هم نداره. ماهی کپور، 3 عدد پیاز، بزرگ باشه که عالیه، و کمی هم انار ترش. بریم با هم یاد. خب دوستان من، اول ماهی‌ها رو با زردچوبه، نمک و فلفل آغشته میکنیم تا یه طعم خوب بگیره. شما میتونید از ماهی کپور استفاده کنید، از ماهی قزلالا هم میتونید استفاده کنید، از ماهی آمور هم میتونید. کاملا تمام سطح ماهی رو آغشته به مواد میکنیم. حالا میریم سراغ پیاز. پیازامون رو نگینی خورد میکنیم. هر چقدر ریز باشه خوشمزه تر. میتونید از 2 تا پیاز یا از 3 تا پیاز هم استفاده کنید، بستگی به تعداد خودتون. پیازا رو بذاریم سرخ بشه، فعلا زردچوبه نزنید. موقعی که پیازتون کمی شیشه‌ای شد بعدا زردچوبه بزنید، چون اولش اگه بزنید پیازتون میگیره. در حینی که پیازتون آماده داره میشه، ماهیاتون سرخ کنید با شعله کم. ماهیتون رو سرخ کنید که خونتون روی ماهی نگیره. یه طرفش که سرخ شد درش گردونید. همزمان هم میتونید پلوتون رو دم بذارید با برنج هاشمی که فوق‌العاده میشه. وقتی پیازمون سرخ شد دونه های انار ترش رو بهش اضافه میکنیم. قشنگ هم بزنید تا طعم خوشمزه بگیره. وقتی ماهیتون آماده شد داخل ظرف پیاز بریزید و خوب با پیاز و انار آغشته کنید. حالا اگه انار ترش هم نداشتید میتونید انار شیرین بریزید، ولی با نارنج یا آب لیمو که ترش بشه. کل سطح ماهی رو با پیاز و انار آغشته کنید که یه طعم ترشی خیلی خوب بگیره. دیگه غذاتون آماده شد. خب دوستان عزیز من، ماهی ترشمون آماده است. این غذا رو با قاشق چنگال نخورید، با دست